فهمیدم رشید قبل از ازدواج با من زن مطلقه ای رو به عقد موقت خودش درآورده بود و حالا که اون زن بچه ای رو به دنیا آورده، به خاطر گرفتن شناسنامه برای بچه با همدیگه به اختلاف خوردن. اون زن میگفت تو دوران مجردی با رشید دوست بودم، اما تقدیر به گونه‌ای رقم خورد که من با کسی دیگه ازدواج کردم. ولی این ازدواج پایدار نبود و من بعد از طلاق دوباره سراغ رشید رفتم و به عقد موقت اون در اومدم. دیگه کشتی زندگی من به گل نشسته و امیدی به حرکت دوباره اون روی امواج متلاطم دریا ندارم. احساس میکنم به آخر خط رسیدم، چرا که خانواده همسرم منو تباه کردن تا آبروی خانوادگی خودشون رو حفظ کنن و حالا زن 25 ساله در حالی اشک ریزان این جملات رو مقابل مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری بیان میکرد که غرور آیندهش لگدمال شده. این زن جوان در میان حقیق گریه و در تشریح سرگذشت خودش گفت رشید تنها پسر سر به زیر محله بود که تو همسایگی ما زندگی میکرد. اون اونقدر نجیب و باوقار تو کوچه و محله رفت آمد میکرد که هر دختری عاشقش میشد. مادر اون هم وقتی کنار مادرم مینشست و به درد دل میپرداخت، مدام از اخلاق و رفتار رشید تعریف و تمجید میکرد. وقتی چشمش به من میافتاد از درس و دانشگاه پسرش حرف میزد و در نهایت موضوع رو به تحصیلات من و داشتن یه عروس خوب گره میزد. اون روزها من آخرین ترم مقطع کاردانی رو میگذروندم و از شنیدن حرفای مادر رشید خوشحال میشدم. وقتی اون درباره یه عروس خوب لب به سخن باز میکرد، لبخند آرومی به لبام مینشست و تو دلم آرزو میکردم با رشید ازدواج کنم، اما نمیدونستم که تقدیر چنین رقم خورده. خلاصه یه روز هنگام یه غروب زیبا، مادر رشید استکان خالی چای رو داخل سینی گذاشت و با آرومی دو گوش مادرم مطلبی رو بازگو کرد که گل لبخند روی چهره مادرم شکفته شد. همون شب زیبا بود که مادرم منو به آغوش کشید و ماجرای خواستگاری مادر رشید رو بیان کرد. از خوشحالی و شرم و حیا سرخ و سفید می شدم که داخل اتاق رفتم. انگار روی زمین بند نبودم، اما اضطراب و استرس عجیبی هم داشتم و مثل همه دخترای دم وقت آینده زندگی مشترکم رو به تصویر می کشیدم. چرا که رشید پسری مؤدب و دوست داشتنی بود. خلاصه بدون هیچ صحبت و شرطی و تنها با گفتگوی بزرگترها مراسم خواستگاری و عقد کنان برگزار شد. من که از این ازدواج بسیار راضی بودم، همه عشق و احساسم رو نثارش می‌کردم، اما رشید خیلی کم حرف و سر به زیر بود. همه اطرافیانم این موضوع رو ناشی از نجابت و خجالتی بودن نامزدم می‌دونستن، در حالی که من دختری پرشور و نشاط بودم و دوست داشتم لحظات هیجان انگیزی رو کنار اون تجربه کنم. با وجود این تو دوران نامزدی رابطه گرم و صمیمی با همدیگه نداشتیم، به طوری که رشید حتی تمایلی به حضور تو جمع خانوادگی یا حتی مراسم فامیلی نداشت. خانواده‌ام که این رفتارها رو می‌دیدن، منو دلداری می‌دادن که با آغاز زندگی مشترک همه چیز تغییر می‌کنه و خجالت رشید هم فرو می‌ریزه. خلاصه زندگی مشترک ما در حالی آغاز شد که پدرم برای شکوه مراسم ازدواجم سنگ تموم گذاشت. با وجود این هیچ تغییری تو رفتار و گفتار همسرم ایجاد نشد. اون همچنان از من گریزان بود و به روابط عاطفی و احساسی من به سردی پاسخ میداد. گاهی با اضطراب و نگرانی خونه رو ترک میکرد، گاهی هم با حالت پریشانی به خونه میومد و در واقع زندگی رو با گوشه‌گیری میگذروند تا اینکه باردار شدم. اما رشید اصلا خوشحال نشد. به همین دلیل من هم دچار تأملات روحی شدم، چرا که رشید یا در محل کارش بود یا تو مأموریت به سر می‌برد. تو همین روزها بود که یه زن ناشناس زنگ منزلمون رو به صدا درآورد. وقتی در واحد آپارتمان رو باز کردم، در حالی که منو به اسم خطاب می‌کرد، اجازه خواست تا داخل خونه بیاد. حیران و متعجب پرسیدم شما؟ گفت یه دوست قدیمی. بالاخره اون زن وارد خونم شد و شروع به حرف زدن کرد. اون حرف میزد ولی من چیزی نمیشنیدم. فقط به خاطر دارم وقتی که چشمای اشک‌آلودم رو باز کردم، اون زن رفته بود و مادرم در کنار من اشک میریخت. اونجا بود که فهمیدم رشید قبل از ازدواج با من زن مطلقه‌ای رو به عقد موقت خودش درآورده بود
و حالا که اون زن بچه‌ای به دنیا آورده، به خاطر گرفتن شناسنامه برای بچه با هم دیگه به اختلاف خوردن. اون زن میگفت تو دوران مجردی با رشید دوست بودم، اما تقدیر به گونه‌ای رقم خورد که من با کسی دیگه ازدواج کردم. ولی این ازدواج پایدار نبود و من بعد از طلاق دوباره سراغ رشید رفتم و به عقد موقت اون در اومدم. اما خانواده رشید من قبول نمی‌کردن، تا اینکه رشید هم برای حفظ آبروی خانواده‌اش تن به ازدواج با تو داد و شایان ذکر به دستور رئیس کلانتری این زن جوان در دایره مددکاری اجتماعی مورد مشاوره‌های دقیق کارشناسی و قضایی قرار گرفت. دوستان عزیز، از شما بابت همراهی و تماشای این ویدیو سپاسگزاریم. اگه به این سبک ویدیوها علاقه‌مندید، خوشحال میشیم کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم روشن کنید که از ویدیوهای بعدی جا نمونید. لطفاً کانال ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. منتظر لایک و نظرات ارزشمند شما در کامنت ها هستیم. با امید به روزهای پر از خوشبختی و پیروزی. خداحافظ.